با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستداران، علاقه‌مندان و در واقع زبان آموزان عزیز. قصد دارم در رابطه با نحوه یادگیری یک زبان جدید با شما صحبت بکنم. Wie kann man eine neue Sprache lernen? یا انگلیسیش How to learn a new language. نحوه یادگیری یک زبان جدید، چطور میشه یک زبان جدید رو یاد گرفت. در ابتدا یک سری موارد کلی در رابطه با مبحث یادگیری زبان خدمتتان عرض میکنم. سپس در مراحل بعدی به شما آموزش خواهم داد که چگونه در سریعترین زمان ممکن و به نحو احسن یک زبان جدید را یاد بگیرید. متاسفانه همان گونه که اکثر زبان آموزان تجربه کرده اند، بسیاری از معلمان زبان مستقیما آنها را وارد فرایند یادگیری زبان می کنند. منظور از آنها یعنی زبان آموزان را، ولی در ارتباط با نحوه یادگیری برای شاگردانشان بیان کنند، یا اینکه اقلاً از تجربیات شخصی خودشان در ارتباط با یادگیری هرچه بهتر و راحت‌تر زبان برایشان عنوان کنند. به عنوان مثال، اگر یک نفر بخواهد رانندگی اتومبیل را یاد بگیرد، قبل از نشستن در پشت فرمان، مربی او یعنی شخص آموزش دهنده نکات کلی و اولیه ضروری را به صورت تئوری به او آموزش خواهد داد. سپس در مرحله بعدی برای اینکه گفته ها یعنی آموزش های لازم را به صورت عملی یاد بگیرد، مربی از شاگردش می‌خواهد که پشت فرمان بنشیند و شروع به رانندگی کند و در گام های بعدی نکات جزئی و به اصطلاح ریز رانندگی را به او آموزش خواهد داد. لذا به مرور زمان و با تمرین کافی نهایتاً تبدیل به راننده ماهری خواهد شد. و اکنون در رابطه با زبان، بسیاری از زبان آموزان وقتی یک جمله یا جملاتی را می‌خوانند یا میشنوند به طور کامل آن را میفهمند، ولی اگر بخواهند همان جمله یا مشابه آن را در صورت لزوم به زبان آلمانی، انگلیسی یا هر زبان دیگری که در حال یادگیری آن هستند ترجمه کنند، بنویسند یا بر زبان آورند، معمولاً با یک دسته مشکل عمده زیر مواجه میشوند. یک، اولا اینکه نمیتوانند کلمات مورد نظر را برای جمله سازی و بیان و صحبت کردن به خاطر آورند، لذا قادر به صحبت کردن نیستند. دوما گروهی از افراد هستند که جمله مورد نظر را بیان می کنند، به عبارت دیگر صحبت می کنند، اما با اشتباهات بسیار ساده و ابتدایی گرامری یعنی دستوری در واقع مواجه هستند. گروه سوم افرادی هستند که توانایی صحبت کردن دارند و جملات مورد نظر رو به طرز صحیح آن بیان می کنند، اما همراه با وقفه یعنی مکث طولانی. فرقی نمی کند که شما در ردیف کدام یک سه گروه فوق باشید. در هر صورت صرف نظر از نکات جزئی یک علت مشترک وجود دارد و آن این است که زبان آموز درس مورد نظر را به اندازه کافی تکرار نکرده و این اشتباه زمانی رخ می دهد، یعنی زمانی این اشتباه آغاز می شود یا اتفاق می افتد که زبان آموز پس از خواندن متن و فهمیدن معانی و مفاهیم جملات موجود در متن کار را تمام شده میپندارد و به سراغ درس بعدی میرود. اما چنانچه از درس قبلی مورد ارزشیابی قرار گیرد، متوجه می شود که در تمام مهارت‌های زبان یا اقلاً بخشی از آنها مشکل دارد. منظور از مهارت‌های زبانی یعنی خواندن، نوشتن، درک مطلب یا به عبارت دیگر فهمیدن و صحبت کردن است. اما راه حل چیست؟
راه حل یادگیری زبان یا حتی هر علم و دانش دیگری یک واژه کلیدی و مهم است و آن یعنی تکرار. ولی یادتان باشد عمل تکرار خودش به تنهایی مراحلی دارد و در واقع خود نیز یک مهارت است. چنانچه شما مراحل مورد نظر را رعایت بکنید، یادگیری زبان برایتان ساده تر خواهد شد. این مراحل عبارتند از: 1. خواندن جمله. 2. فهمیدن معنی تک تک کلمات به کار رفته در آن جمله. 3. درک معنی کل جمله. 4. خواندن جمله یا جملات آموخته شده به کرات، یعنی به دفعات زیاد. این 4 مرحله در واقع اساس و بنیاد یادگیری زبان را تشکیل می دهند، به طوری که حتی زبان آموز بدون یادگیری گرامر، یعنی بدون یادگیری دستور زبان، موفق به صحبت کردن می شود. مرحله 5: گوش دادن به دفعات بسیار زیاد. مثلا اگر برای درس مورد مطالعه فایل صوتی در دسترس دارید، به کرات گوش دهید. یا گوش دادن به مکالمات افراد بومی در صورت امکان، گوش دادن به رادیو، تلویزیون و همچنین تماشای فیلم. مرحله 6: نوشتن از روی جمله و کلمات جدید به زبان اصلی و یادداشت معانی کلمات و جملات جدید در صفحه‌ای جداگانه یا حداقل با فاصله قابل توجه از کلمات و جملات اصلی. 7. بعد از اینکه احساس کردید کلمات، عبارات و جملات را به طور کامل یاد گرفته اید، به صفحه یادداشت‌های فارسی مراجعه کنید. تک تک کلمات و جملات را به زبانی که در حال یادگیری آن هستید ترجمه کنید، مثلا از فارسی به آلمانی یا از فارسی به انگلیسی. چنانچه شما موفق شدید به راحتی و البته به طور شفاهی جملات را از فارسی به آلمانی یا انگلیسی ترجمه کنید، لذا شما درس مربوطه را فرا گرفته اید و می توانید به درس بعدی مراجعه کنید. 8. تلاش برای صحبت کردن. تلاش برای صحبت کردن که در واقع مرحله نهایی و شکل کاربردی و عملی فرایند یادگیری زبان است، در واقع نتیجه و ثمره تمام زحمت‌های شما در فرایند یادگیری زبان است. اگر شما تمام مراحل قبلی را رعایت نموده و به اندازه کافی تمرین کرده باشید، به راحتی قادر به صحبت کردن خواهید شد. ضمناً توجه داشته باشید زمانی که شما به طور قابل ملاحظه‌ای در فرایند یادگیری زبان پیشرفت نمودید، دیگر نیازی به نوشتن تمام جملات نیست. فقط کافی است کلمات جدید را در محل مخصوصی یادداشت نموده و از میان آنها آن تعدادی را که فکر می‌کنید برای شما دشوارتر است چند بار دیکته آنها را تمرین کنید. یک نکته بسیار مهم این است که بهتر یادگیری زبان را با مکالمه آغاز کنید، حتی بدون اینکه در مورد ساختار جملات و نکات دستوری آموزش ببینید. تجربه نشان داده است کسانی که فقط بر روی گرامر تمرکز می کنند ولی برای مهارت‌های دیگر یعنی خواندن، گوش دادن و صحبت کردن وقت کمتری صرف می کنند، این گونه افراد دیرتر موفق به یادگیری زبان می شوند. البته این بدان معنا نیست که برای یادگیری گرامر وقت صرف نکنیم. منظور این است که آغاز یادگیری زبان با مکالمه باشد و چنانچه شما تا حد قابل توجهی موفق به درک معنایی جملات و به کارگیری آنها در مکالمات روزمره شدید، به همان اندازه در مراحل بعدی فراگیری دستور زبان برای شما ساده تر خواهد شد، چون که در این صورت شما فقط بر روی نکات و قواعد گرامری تمرکز می کنید و در واقع 2 گام جلو هستید. 1. تا حدودی می توانید جمله سازی کنید. 2. معانی اکثر جملات را در سطح خودتان می فهمید.
فقط با کلمات جدیدی مواجه می شوید و به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن معنی آن کلمات را جستجو می کنید یا می پرسید و مجدداً تمرکز شما بر روی گرامر برمیگردد. گرچه صحبت‌های من طولانی شد، اما نگران نباشید، در عمل مراحل فوق چندان طولانی نیست. لذا به عنوان نمونه بر روی چند جمله با هم دیگه کار میکنیم تا مراحل فوق رو عملاً یاد بگیرید. لذا برای این منظور اگر خسته نشدید مستقیما برید سراغ ویدئوی دوم که ادامه همین ویدئو هست. اگر احساس خستگی میکنید پس از یک استراحت کوتاه قسمت دوم این بحث رو حتما ببینید و در واقع ویدئوی دوم مکمل این ویدئوی اول هست. اگر شما ویدئوی دوم رو در واقع تماشا نکنید و دنبال نکنید، در واقع این مبحث رو شما ناقص گذاشته اید و این بخش در واقع تئوری نحوه یادگیری یک زبان جدید بود. در ویدئوی دوم با مثالهای عینی عملاً به شما آموزش خواهم داد که چگونه روش‌هایی رو که من خدمتتون عرض کردم اونها رو عملاً به کار بگیرید و در واقع در فرایند یادگیری زبان از این روش‌ها استفاده بکنید. خب تا ویدئوی بعدی موفق باشید.